یا خیر ناظرین ببین چه حالیه، ببین که میچکه اشکام تو دست خالیم. بگو که میرسه به تو هنوز صدای من، خدا آغوش رحمتت هنوز واضح برای من. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن و افترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد وارزقني حج بیتك الحرام في عامی هذا و في كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمان یا علام برحمتك یا ارحم الراحمین. یا رب، یا رب ز کرم حال دعا بخش مرا، یا رب ز کرم حال دعا بخش مرا و از حال دعا جرم و خطا بخش مرا. تا امشب اگر مرا نیامرزیدی امشب به علی مرتضی بخش مرا. اللهم آمین. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین یا فاطمه المعصومه. سلام مردم، هم نفسای یاد خدا، هم شهریای شهرالله. الهی که حالتون خیلی خوب باشه، قبول باشه طاعات و عبادات و عزاداری هاتون. رسیدیم به ایستگاه آخر شبهای قدر، شب 23 ماه مبارک رمضان. آخرین فرصت ها برای پاک شدن، برای ریشه زدن، برای سبز شدن، جوانه زدن، رشد کردن، بالا رفتن. با ریسمانی بافته شده از 114 سوره نور و 14 امام نور. الحمدلله رب العالمین. الهی که تو این چند ساعت من و شما زنده بمونیم. دقیقاً در جریان باشید که هیچ چیزی معلوم نمیکنه. اصلا معلوم نیست که ما این شب 23 با اینکه خیلی نزدیکشیم هنوز درک کنیم. خدایا 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 تا اینجای ماه مبارک ما رو کشوندی، تو مهمونیت حفظ کردی، این چند ساعت هم زنده بمونیم و این محتمل ترین شبهای قدر رو انشاءالله درک بکنیم، دریابیم و دریابیم به برکت نگاه پرمهر حضرت کریمه آل طاها، شفیعه روز جزا، زینب امام رضا، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. یا ارحم الراحمین. ما چه بلایی سرمون اومده، فقط موقع گرفتاری یاد خدا میافتیم. خدا بین ما چقدر مظلومی. فقط موقع بنبست، موقع اضطرار یاد خداییم. کشتی نشسته، کشتی شکسته، موقع غرق شدن، موقعی که امواج میاد خالصانه دعا میکنن. این هنر نیست. یا یه قرآن بخون دلمون جلا بگیره. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بما جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من كل مکان و ظنوا انهم محیط بهم. وقتی موج اومد مطمئن شدن موج اونها رو میگیره. دعوا الله مخلصین له الدین
همه خدا رو صدا زدم. وقتی مریض میشیم اول خود درمانی میکنیم، اول به تشخیص خودمون عمل میکنیم. نشد میریم سراغ پزشک، نشد متخصص، نشد فوق تخصص. وقتی پزشکا دکترا جواب کردن تازه یادمون میفته خدا هم داریم، تازه نظر و نیاز میکنیم. این چه توحیدیه؟ بیا منو از شرک نجات بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داشتم به این فکر میکردم که درست امشب شب 23 محتمل ترین شبهای قدره، اما اگر دقت کرده باشین شب قدر اصلی در نهایت پنهانه. یعنی خود پیامبر مهربون هم دهه آخر ماه رمضان رو معتکف بودن، رخت استراحت رو جمع میکردن، هر شب رو احیا میگرفتن. به نظرم برای درک شب قدر اصلی که البته خود ایشان در جریان بودن، بیشتر برای من و شما، داشتم به این فکر میکردم که فقط شب قدر نیست که پنهانه. اگه دقت کرده باشید مثلا اسم اعظم خدا بین همه اسامی پنهانه. شاید به این دلیل که ما قدر همه اسامی رو بدونیم، همه اونها رو به زبان بیاریم و بهشون توجه کنیم. لحظه مرگ من و شما در بین همه لحظات عمرمون مخفیه. شاید به این خاطر که قدر تک تک لحظات زندگیمون رو بدونیم. امام زمانمون بین همه انسانهای نیک روزگار مخفیان. تو روایت داریم وقتیشون ظهور میکنن میبینیمشون میگه ما ایشون رو قبلا دیده بودیم. شاید به این دلیل که قدر تک تک مردان نیک روزگارمون رو بدانیم. شاید به این دلیل که گوهر شب قدر در صدف دهه آخر و ماه مبارک رمضان مخفیه. بعضی از شرکت ها توی یه دونه از محصولاتشون یه جایزه بزرگ میذارن که من و شما تشویق بشیم از محصولات بیشتری استفاده بکنیم برای رسیدن به اون جایزه بزرگه. به نظرم شب قدر شب رسیدن به اون جایزه بزرگه است که الهی که امشب اون جایزه بزرگه نصیب و قسمت هممون بشه ان شاء الله. سلام علیکم استاد محمدی شاهرودی عزیز، خیلی خوش آمدید، قبول باشید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. مخلصم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و اراده دارم محضر دوستان عزیز بیننده و عزیزان حاضر در جلسه به آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، آرزوی برخورداری از فیوزات برکاتی ماه عزیز، مخصوصا برخورداری از فیوزات شب قدر انشالله. خود متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که آنچه که مورد رضای خودش هست بر زبان ما و شما و دوستانی که پرسش دارن جاری بشه و جلسه پربرکت باشه. یکی از بهترین کارهایی که انسان در شب قدر میتونه انجام بده اینه که گامی در جهت تفقه در دین برداره، که اگر یک مسئله دینی رو یاد بگیره معلومه که خدا دوستش داشته. امام صادق فرمودن اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین. وقتی خدا بنده رو دوست داره میخواد خیری بهش برسه، او رو در دین آگاه میکنه. اگر حاصل جلسه ما که بریم به شب قدر هم نزدیک میشیم گامی در جهت معرفت دینی باشه، این در شب قدر هم همینطوره. گفتن که اگر انسان تو این شب وقتش رو صرف معرفت اندوزی بکنه بهترین عبادت رو انجام داده. روایت از پیامبر داریم که ساعتی که انسان صرف گفتگوی علمی میکنه، از بعضی از روایات داره 100 سال عبادت، بعضی داره 1000 سال عبادتی که شبانه روز عبادت کرده باشه معادل 1 ساعتی که دنبال علم و معرفت بوده نمیشه. یکی از بهترین کارها همینه که ما در این شبی که احتمال قدر بودنش هست بر معرفتمون بیافزاییم. یکی از بهترین راههای کسب معرفت همین پرسیدنه. امام صادق فرمودن انما یهلک الناس لانهم لا یسالون. مردم فقط و فقط به خاطر این هلاک میشن که نمیپرسن. اگه بپرسن حتما راه رو پیدا میکنن. و ان شاءالله که با گفتگوی خوبی که خدمت شما داشته باشیم گامی در جهت معرفت دینی و دین شناسی برداریم که اگه این اتفاق بیفته ثوابش بسیار زیاد خواهد بود.
الهی آمین انشاءالله. خیلی ممنونم استاد. من قبل از که وارد بحثمون بشیم که درباره شب قدر عمدتاً و البته طرح سوالات مردم، برنده روز گذشته قرعه کشیمون آقای مقداد خلیلی از آذربایجان غربی شاهین دژ، از کجا برنده شدن؟ ببینید قسمت باشه از شاهین دژ. من سلام میگم خدمت ایشون و همه عزیزانم در آذربایجان غربی، قبول بشه تئاترشون، بهشون تبریک میگم هدیهشون رو. این پرچم متبرک مدت‌ها داخل گنبد حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها بوده. از این جهت بسیار متبرک است. آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودند این پرچم‌هایی که در دیوارهای حسینی‌ها و بارگاه‌ها نصب شده چنان قداستی دارن که انسان میتونه به اینها توسل بجه. جمله شهید مطهری است. این رو ما با افتخار تقدیم آقای خلیلی میکنیم از آذربایجان غربی شاهین دژ. شما مگه دوست دارید این هدیه رو دریافت بفرمایید؟ عرضم به حضور شما که باید به 301122 امروز هم عبارت یا علی رو ارسال بفرمایید. علی یارتون باشه انشاءالله، که انشاءالله تا اذان مغرب هم فرصت دارید. برای طرح سوال از استاد هم به 301122 میتونید در واقع سوالاتون رو ارسال بکنید. بریم سراغ امشب. آیا این که میگن شب 23 محتمل تره قشنگ روایت معصومه یا اتکا به اون بنده خداست که اومد پیش پیغمبر گفت من شترام بیرون مدینه است، یه شب بگو من بیام مناجات کنم، بعد تو گوشش یه چیزی گفته بود و بعد مردم میدیدن که اون هر سال شب 23 میاد، رو این حسابه؟ رو چه حساب امشب خیلی هر دو، هم اون هست بحث اون لیله جوهنی که جوهنی بله، هم اونه که خب اون شخص با همه خدم و حشم و گاو و گوسفند و همشه جمع میکرد میامد مدینه و تا صبح عبادت میکرد میرفت هر سال یک بار. همین که روایت صحیح السند داریم که تو بعضیا داره که بین این دو شب جستجو کنید، بین شب 21 و شب 23. راوی میگفت که آقا یک مشخص کنید یکی از این دو شب رو. ما میفرماییم که دو شب که خیلی نیست، ما ایسر لیلتین، چقدر آسونه که انسان دو شب رو بخواد احیا نگه داره. یعنی به دو شب هم تقلیل دادن باز یه عده‌ای بله می‌خواستن فرار کنن. یک ولی خب احتمال شب چند تا نشانه هست که این که امشب علاوه بر اون آدابی که شب‌های گذشته وارد بود، مثلا احیا نگه داشتن، غسل، زیارت آقا سید الشهدا، اون نماز 7 قل هو الله که عرض کردیم که پیامبر فرمودن کسی نماز رو بخونه از جاش بلند نشده خودش رو پدر مادرش آمرزیده میشه. قرآن سر گرفتن، دعای جوشن کبیر و چیزهای از این دعاهای خیلی خوبی هم شب وارد شده. علاوه بر اونها شب یک اعمال دیگه ای داره که اونها نشون میده که احتمال قدر بودنش خیلی زیاده. مثلا 1000 بار انا انزلنا شب وارد شده. عجب، سوره قدر رو 1000 بار باید بخونیم. وارد حالا وارد شده هر وارد شده. بعد این دعای اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن اصلش مال امشبه. مال امشبه. این معناش اینه که اون فرشته‌ها که نازل میشن امشب نازل میشن. بعد میگه تو سجده، نشسته، ایستاده، در هر حالتی هستی این دعا رو بخون. برحمد. یا اون سوره های روم و عنکبوت که داریم که امام صادق فرمود هر کسی این دو سوره امشب بخونه اهل بهشت خواهد بود. یا سوره دخان که حامیم دخان که اونم اتفاقاً این بحث شب قدر در اون سوره هست. یا یفرق کل امر حکیم. این نشانه ها و این شواهد و قرائن نشون میده که چند تا دعای کوچیک هم دارم تو مفاهیم من دیدم، دعای خاص کوچیک برای امشب داره. اینها در کنار اون اعمالی که همه شب‌های قدر بود نشون میده که امشب احتمال قدر بودنش خیلی بیشتر هست. منتها مهم اینه که انسان شب رو قدر بدونه. شب قدر به نظر ما اینجوری نیست که بگیم که مثلا از لحاظ تکوینی یه فرقی داره با شب‌های قبل. همون شبه، همون زمین است و همون کهکشان‌ها و همین انسان همینه. از لحاظ تکوینی فرقی نمیکنه. چون فرق همون به لحاظ اعتباره و به لحاظ اینه که کی تونسته تو این شب ارتباط برقرار کنه با خدا. بله خداوند تو این شب‌ها و این زمان‌ها و مکان‌ها دنبال بهانه میگرده، میگه شما برید زیر قبه آقا سید الشهدا دعا کنید من دعاتون مستجاب میکنم. این بهانه ها رو خدا دنبالش میگرده. تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه. یه ساعت ما درباره مقصدتون فکر کنید از یک عمر عبادت فضیلتش بیشتره. اما مهم اینه که انسان این شب رو بتونه قدر بشناسه. قدر بشناسه یعنی چی؟ حال خودش رو داشته باشه، بفهم من کی هستم، کجا هستم.
کجا میخوام برم، مقصد کجاست، مبدأ کجاست، ایناست که شب و قدر میکنه. و یعنی همین شب برای خیلی ها وزر و وباله، برای خیلی ها عذابه به تمام معناها. عجب. وقتی که اون پناه طرف بر خدا، پناه بر خدا. وقتی اون طرف این صفحه شب 23 ماه مبارک رمضان سال 1345 دیگه ها 46 45 به نظر 46 آقا 46 دقیقه شد نشونش میدن، آنچنان غرق در حسرت و 46 ندامت و آنچنان عذابی اونجا شامل حالش میشه که از هر آتشی خطرناک. فقط دیدن همین صفحه از عمرش، صفحه امشب اونجا نشونش میدن. حتی قبل از مرگ هم نشونش میدن. یعنی قبل از مرگ انسان تمام فراز و نشیب‌های عمرش رو با همه جزئیاتش، با همه پیامدها و آثار و همه چیشو میبینه. بله. وقتی این شب رو که میبینه، عذابی که از این که این شب و قدر ندونسته میکشه با جهنم قابل مقایسه نیست، با هیچ عذابی قابل مقایسه نیست. بنابراین باید اگه قدر دونستیم خب قدر است و بسیار هم قدره، اگه ندونستیم وزر است و وبال است. شب قدر مثل قرآن میمونه که قرآن هم در همین شب نازل شده. بله. قرآن برای مؤمن شفاست، برای نزد من قرآن ما هو شفاء و رحمت، برای ظالم خسارته. شب قدر هم اینجوری است. اگه کسی قدرشو بدونه بسیار عالی است، قدر ندونه خسارت است. مثل باران میمونه. باران اگه بخواد به گلستان بباره بوی گل متساعد میشه، به مزبله بباره بوی گل متساعد میشه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. بله شب قدر شب بسیار مهم است. انشاءالله که توفیق داشته باشیم. باید قبل از غروب دعا کنیم خدایا توفیق درک فیوزات و برکات این شب رو به من بدان چنانی که به بهترین بندگانت بدی. الهی آمین. به دعای شما انشالله. من 2 تا سوال یه جا بپرسم پاسخ بدیم بعد بریم برگردیم. یکی این که خب از شما یاد گرفتیم که در واقع محور شب‌های قدر امام زمانه، این نقطه کانونی وجود مقدس امام زمانه که مقدرات رو امضا میکنن. شب سوم اینی که فرمودید دعای اللهم کل ولیک اومده بود، سوره انا انزلناه هم به نظرم مرتبط با امام زمان هست، نشون میده که این دیگه واقعا یه نقش خیلی بی‌بدیلیه. یه غسل هم آخر شب داره، یه غسل اول شب داره، یه غسل هم آخر شب داره. این نشون میده که وجود امام زمان در شب 23 شب قدر یه وجود یعنی نقش خاصی داره. دلم میخواد راجع به این صحبت بکنین. و سوال دیگه هم که با همین تلفیق میکنم، ما داریم تنزل الملائکه بر روح، تو برنامه قبلی فرمودین که این ملائکه بر روح به امام زمان در واقع نازل میشن، مقدرات رو میارن. میخواستم ببینم این چجوری اتفاق میفته. اولا همه ملائکه هستن یا تعداد خاصی از ملائکه هستن به اتفاق روح؟ و بعد کجا میگن مثلا به قلب نازنین امام زمان مثلا میگن وارد میشه، یعنی چی؟ اینو یه ذره ملموس‌تر میشه توضیح بدین دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ بخشش آره. امام رضا علیه السلام فرمودن با مخالفین خودتون با سوره قدر محاجه کنید، احتجاج کنید. احتجاج به اینه که این تنزل الملائکه و روح اصلش تتنزل الملائکه، اون تاش حذف شده، یعنی فعل مضارعه، یعنی استمرار رو میرسه، هر سال این اتفاق میفته، همیشه اتفاق میفته. خب سوال ما از مخالفین اینه که این ملائکه و روح که نازل میشن، الملائکه جنس ملائکه، همه ملائکه، اینا کجا میرن؟ بر کی نازل میشن؟ امشب نازل میشن دیگه. بله. میزبانشون کیه؟ شما کدوم که از شاهان کشورهای اسلامی رو سراغ دارید؟ کدوم که از حکام کشور اسلامی سراغ دارید که ایشون بر فلانی مثلا نازل میشه؟ احتمال بدیم مثلا بخواد بره ایشون. اونایی که بنابراین باید یک فردی پیدا کنیم که معصوم باشه، یک سعی وجودی داشته باشه که تحمل و ظرفیت میزبانی از همه فرشتگان داشته باشه. همه فرشتگان. الله اکبر. این ظرفیت بی حدی میخواد، ظرفیتی میخواد، چون به هر حال میزبان باید بتونه پذیرایی بکنه دیگه. واقعا هیچ کس جز امام معصوم، جز معصوم، جز حجت خدا، جز واسطه فیض خدا، هیچ کس این ظرفیت و این قدرت و این مقام رو نداره. اما راجع به اون سوال که یه وقت ما یه وجود ناسوتی امام رو در نظر میگیریم، خب امام مثل من و شما امشب توی گوشه مثلا در مدینه در مسجد جدشون یا در حرم جدشون امام موسی یه جایی مشغول عبادت و شب و احیا نگه می‌دارن، عبادتایی که معصوم هست و مثل بقیه این عبادت‌ها رو انجام میده تا صبح.
این یه وجود هست، یه وجود ملکوتی امام زمان علیه السلام. البته یه مقدار دقیقه، دیگه شما سوال پرسیدید باید جواب بدین، ولی اشکال نداره. آره حالا دیگه هرچی گیرمون آمد دیگه، و هر میزان که گیرمون توکل به خدا. این بعد ملکوتی امام دیگه محدودیت زمانی نداره، محدودیت مکانی نداره که بگیم که کجا، چقدر. اگر میلیاردها میلیارد هم که فرشته باشن فرقی نمیکنه، او همه رو میزبانی میکنه، همه خدمتش میرسن، جواب همه رو میده و مقدرات سال امضا میشه. خب شما چند میلیارد انسان رو فقط، حالا بقیه مقدرات، این کل مقدرات سوال بعدیم همین بوده. هم بخوای امضا بکنید چقدر طول چجوری میشه؟ اینا رو ما به معیارهای مادی خودمون میخوایم بسنجیم که نمیشه. نه اصلا به معیار مادی نمیشه سنجید. و اگر نه شما بخواید 1000 تا مهر امضا هم که داشته باشید، ما گاهی مسئولیت که داشتیم مهر امضا داشتیم، آره خودمون یه برگه امضا می‌کردیم، بقیه‌شو مهر می‌زدن. 1000 تا مهر امضا هم که داشته باشید چطور میشه این هم مقدر؟ به هر حال اون وجود امام که اون مقام جمع الجمعیه، این محدودیت ها رو نداره. اون مظهر یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یقلته سؤال عن سؤال، یا من لا یبرم الحاق الملحن، مظهر اون اسمه. اون اسمی محدودیت ها رو نداره. بله همه فرشته ها خدمتش میرسن و همه کارها امشب انجام میشه بدون اینکه زمان ببره، بدون اینکه محدودیت مکانی داشته باشه. اون وجود که مظهر تام همه اسما و صفات خداست. تازه فرشتگان مقرب خدا مثل جبرائیل، مثل عزرائیل، اینها این محدودیت ها رو نداشتن. کل دنیای ما برای عزرائیل مثل یک سکه تو کف دست ما، یا هر شکل بخوایم ضرور روش میکنیم، مثل یه ظرفی که تو دست ما باشه هر جاش بخوایم دست. کل این دنیا برای جبرائیل مثل یک همین چیز میمونه. وقتی پیامبر جبرائیل در چهره اصلیش میدید، همه جا جبرائیل میدید، یعنی جبرائیل همه مکانها رو پر کرده بود، هیچ جا محدودیت نداشت. اون وجوده که این محدودیت ها رو نداره و لذا بله همه فرشتگان نازل میشن، خدمت امام زمان علیه السلام هم میرسن و مقدرات هم امضا میشه، به امضای امام زمان علیه السلام میرسن. چون که از نکاتی که شب‌های گذشته عرض کردیم اینه که تو بعضی از اوقات داریم که شب 19 مقدرات تقدیر میشه، شب 21 ابرام میشه، شب 23 امضا میشه. درست. یعنی هر سه شب قدرن، امشب شب امضای اون چی که در اون دو شب مقدر شده هست. بله خیلی ممنونم. چون صحبت از امام زمانمون شد، قبل از اینکه بریم حال هوای حرم مطهر رو در شب احیای گذشته ببینیم، عرض میکنم یا صاحب از زمان، جز با تو امید مغفرت ممکن نیست و از غیر تو کسب معرفت ممکن نیست. گفتند که عافیت بخواهیم شب قدر، جز با فرج تو عافیت ممکن نیست. اللهم عجل ولیک الفرج. بفرمایید. شب‌های بلندم بی عبادت چه کنم؟ طبعم به گناه کرد عادت چه کنم؟ گویند کریمیست چه گناه می بخشم، گیرم ببخشم از خجالت چه کنم؟ گویند کریمیست، گویند کریمیست که گناه می بخشد، گیرم ببخشد از خجالت چه کنم؟ میگن المؤمن کیس، مؤمنینی که شبهای
احیا خودشون رو میرسونن به این مضاجع شریف، نجف، کربلا، ارزم حضور شما مشهد تو مملکت خودمون، حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، یعنی مضاعف میکنن این رزق و روزیشون رو دیگه، توی مکان مقدس هم خودشون رو قرار میدن، مثل همین دوستانی که شما دیدین و عزیزانی که الان اینجا دارن صفوف نماز مغرب رو تشکیل میدن. خب ان شاءالله روزی همه بشه. ما افطاری کریمانه هم از اول ماه مبارک رمضان اینجا برپا شده. عزیزان بعد از نماز مهمان سفره کریمانه کریم آل طاها هستن. شما هم اگر دوست دارین میتونید تشریف بیارید استفاده بکنید. برای مشارکت هم میتونید به زیرنویسی که الان دوستان براتون حک میکنن پایین گیرندتون دقت بفرمایید و نحوه مشارکت رو متوجه بشین. آقای مقداد خلیلی هم برنده روز گذشته قرعه کشیمون هستن. 301122 هم عبارت یا علی رو میتونید ارسال بفرمایید تا اذان مغرب فرصت هست. طرح سوال از استاد هم با همین سامان از 301122. من اون عمده سوالات مرتبط با شب قدر از اونها شروع میکنم. گفتن شب قدر از کی شروع میشه و دقیقاً تا کی هست؟ آیا روز قدر هم فضیلتی داره یا نه؟ شب قدر از اول مغرب شروع میشه تا طلوع آفتاب. طلوع آفتاب. بله. و روز قدر هم در فضیلت مثل شب قدر میمونه. در روایت داریم که روز قدر هم چون اینجا که الان ما شب قدر هستیم، فرض کن آمریکا الان روزه، همین ساعت مثلا شما برخی از ایالات آمریکا دقیقاً همین ساعت 6 صبح، اونجا 6 صبح. درسته. این زمین که میچرخه شب قدر هم میچرخه. الان اینجا شب قدره، اونجا روزه، بعد یا اونجا میشه شب قدر، اینجا میشه روز. روز قدر هم در فضیلت مثل شب قدره و باید پاس داشته بشه. خیلی خوب. گفتن مقدراتی که تقدیر میشه توسط امام زمان امضا میشه، آیا کلیات هستن یا حتی جزئی ترین چیزها هم تقدیر میشه برای هر کس؟ جزئیات هم تقدیر میشه. اینکه مثلا کی آخر عمرش امسال روزیش چقدر باشه، چه مشکلی داشت باشه، آیا اهل مکه باشه، یعنی سفر حج براش نوشته شده، سفر زیارت براش نوشته شده. این جزئیات همش رقم میخوره. یعنی اینجوری نیست که فقط بگن که خب شما خوشبختی، مصادیق و خوشبختی هم اومده، یا بگن شما بدبختی. نه، مصادیق و بدبختی هم این شب نوشته میشه. بعد گفتن که عرضم حضور شما که پیدا بکنم، گفتن برای امشب ذکر بین این دوتا ذکر کدوم افضل تره؟ هم برای امشب هم در کل سال اگه بخوام این ذکر رو بگیم، ذکر صلوات افضل تره یا ذکر شریف لا اله الا الله؟ این که بخوایم اینها رو با هم مقایسه کنیم مقایسه درستی نیست. میگیم که چشم فلانی قوی تره یا گوش فلانی، اینها با هم فرق میکنن، هر کدوم یه خاصیتی داره. چشم خاصیتش ویتامین کا مثلا بهتره یا ویتامین به کمپلکس مثلا، کارشون با هم فرق میکنه، نقششون با هم فرق میکنه. نقش صلوات رو لا اله الا الله ایفا نمیکنه، نقش لا اله الا الله رو صلوات. بنابراین چرا هر دوشو نداشته باشین؟ گفت که خربزی میخوای یا هندوانه؟ چی گفت؟ هر دوانه. هر دوانه. خب هر دو انجام بدید، چون هر دوانه هر کدوم یه ویتامینی داره، هر کدوم یه خاصیتی داره. خودمون رو محروم نکنیم. مثلا صلوات که انقدر راجع به صلوات، اون لا اله الا الله داریم که کلمت لا اله الا الله حسنی من دخل حسنی امن من عذابی. انسان با این لا اله الا الله وارد دژ مستحکم خدا میشه، از عذاب در امان. صلوات هم داریم که از همه اعمال انسان وزن سنگین تره. تو قیامتی میشه اعمال انسان میسنجن، میبینن وزنی نداره، خفت موازینه، میگن صلواتشو بیارید. صلوات که میاد یه باره میزان زیر و رو میشه ثقلت موازینه. خب چه اشکال داره که انسان اصلا این شبها اگر ما حقیقت صلوات رو از چهره برزخیش میدیدیم، مرحوم آقای بهجت میفرمودن یک صلوات در عالم برزخ قوقایی به پا میکنه. ما چون نمیبینیم چهره برزخیش رو، شما تو صلوات همه اصول دین رو دارید بدون استثناء. یعنی یک بار انسان عقایدش رو بیان میکنه، ارتباطش با پیغمبر و اینکه دعای مستجاب، چون خود خدا گفته، خود خدا این کارو میکنه. اینکه شما صلوات میفرستید، خدا در بین 1000 صف از فرشتگان 1000 بار برای شما صلوات، بر شما صلوات میفرسته. خدا بر بنده صلوات میفرسته. انسان چرا به خود کوتاهی بکنه؟ کوتاهی کنه. حیف نیست الان صحبت از صلوات شد، بر محمد و آل محمد بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه مبارک رمضان اصلا گفتن ماه صلوات دیگه. یکی از
اذکار ماه مبارک رمضان صلوات و یکی از بهترین ذکرها ذکر صلوات. خب گفتن آیا واقعا هر چیزی که امشب تقدیر بشه دیگه تمام هیچ کاریش نمیشه کرد بعدن یه جوری تغییرش داد؟ چرا؟ این مقدرات که امشب تقدیر میشه مثل بودجه سالانه مملکت هست که بله. تصویب میشه تو مجلس که دولت باید بر اساس اون بودجه عمل بکنه. درست. گاهی ممکنه یه اتفاقی بیفته، سیلی زلزله‌ای یا مثلا قیمت نفت بره بالا یه باره، اینا متمم بودجه تقدیم میکنن. میگن اون که شما سال تقدیر کردید عوضش کنید. مجلس عوض میکنه، میگه مثلا این مقدار هزینه رو کمش کنید، این مقدار هزینه رو زیادش کنید. دعا، صدقه، توسل، توکل، گناه، احسان، اینها متمم های این بودجه هستن. مقدر شده بود که مثلا امسال آخر عمرش باشه، یک دعایی صاحب نفسی یه دعا میاد اینجا اون تقدیر رو عوض میکنه. الدعا یرد القضاء ولو ابرم ابراما، در حالی که محکم شده بود دعا میاد تغییرش میده. بنابراین در طول سال هم میشه که برخی از مقدرات ما چون نمیدونیم چی تقدیر شده برای چی دعا کنیم، در خارج اون چی امشب تقدیر شده اتفاق میفته. ما که نمیدونیم چه روزی برای ما نوشته شده، مقدرات عمرمون، بیماریمون، سلامتمون، زیارتمون، اینا که نمیدونیم. همینطوره. پس چطور میتونیم دعا بکنیم؟ دعا اون زمان انسان میدونه که خدا مشکل رو داره و زیارت دعا کن. اما اینجا ما چون خبر نداریم از میشه مقدر شده، دیگه دعا هم نمیاد، صدقه هم نمیاد. اینه که باید امشب رو قطع بدونیم. خیلی خوب. گفتن که عرضم حضور شما که از حاج آقا بپرسید مقبره امیرالمومنین در واقع کوفه شهید شدن چطور مزارشون در نجف هست؟ آرامگاهی در مزار شریف هم به نام مولا هست که خیلی ها هم معتقدن ایشون اینجا هستن، اگه ممکنه توضیح بدن. قبر امیرالمومنین السلام که در نجف هست، حضرت نوح نبی الله 700 سال قبل از طوفان این قبر رو آماده کرده بود و به زبان سوریانی هم نوشته بود که این قبر وصی پیامبر آخرالزمان امیرالمومنین علی بن ابی طالب. اما اینکه چرا در نجف؟ چون خود حضرت وصیت کرد که شما به امام حسن و امام حسین فرمود که شما داخل تابوت بذارید، عقب تابوت رو بگیرید، شما و امام حسین جلو تابوت خودش بلند میشه، هر جا زمین اومد نماز بخون بر من، بعد تابوت رو کنار بذارید، همون جایی که تابوت زمین اومد رو بکنید، قبر من اونجاست. و همین کارو کردن و قبر حضرت پیدا شد. جالب اینه که محمد بن حنفیه میگه در مسیر راه که میرفتیم هیچ در و دیوار و درختی نبود مگر اینکه تواضع میکردن. یک برج یه میلی بود اونجا، خم شد، همینطور خم موند. اونجا الان مسجد حنانه جای همون، یعنی همه این موجودات در و دیوار و زمین و آسمان همه به جنازه حضرت تعظیم میکردن، ولی بعضی از انسانهای وارونه به خود حضرت تعظیم نکردن و قدرش ندونست. به هر حال قبر همینجاست. اما اینکه چرا اونجاست؟ چون اونجا وادی السلامه. خیلی خوب. اونجا جایی است که همه باید اونجا باشن، یعنی همه ارواح مؤمنین سرشون اونجا جمعه. این پشت کوفه بوده، خیلی فاصله با کوفه نداشت. درست. خیلی ممنونم استاد. حالا این سوال خیلی مرتبط نیست با ایامون منتها به نظرم شاید مبتلا بشه، بپرسم پاسخ کوتاه زحمت بکشید میدین. با توجه به آیه 119 سوره مبارکه نساء، آیا محصولات تراریخته کار شیطانی نیست؟ من الان آیه یادم نیست آیه چی هست. و ثانیاً نخیر، اگر بشر علمی رو بهش رسیده باشه، مثلا فرض کنید بتونه تلقیح مصنوعی داشته باشه، درست. یا بتونه یک بیماری خاصی رو درمان بکنه، مثلا فرض کنید یه بیماری نازایی رو درمان کنه، این هم مال خداست. خدا علمشو داده، خدا قدرتشو داده، خدا اون درمانو قرار داده. بنابراین این که تغییری داده بشه در برخی از محصولات، البته اگه بخواد اذیت کنه اون محصولات رو ریخته، خب نه، میگه اذیت نکنه. مثلا وقتی که علم که نبود، از 1 کیلو گندم، از 1 هکتار گندم مثلا 2 تن فرض کن، حالا من خبرم ندارم، 2 تن گندم بعد علم اومده از همون 1 هکتار 10 تن 20 تن، چه اشکال داره؟ بله. پیشرفت علمی هست، اینم کار خداست.
بله. خیلی ممنونم استاد. دعا بکنین برای امشبمون که بعد خداحافظی کنیم. رب صل علی محمد و آل محمد. خدا به حق امام زمان علیه السلام که امشب شبشه، به حق امیرالمومنین اسلام که امشب شب سوم شهادتشون هست، به حق همه اولیاءت، آنچه که از خیر و خوشی و نیکی و سعادت به همه بندگان در این شب و در همه ایام مرحمت فرموده ای، به این جمع و همه عزیزان بیننده مرحمت بفرما. الهی آمین. هر شر و بدی که از همه بندگان خوبت در این ماه مبارک رمضان و در هر زمانی و هر مکانی برطرف فرموده ای، از این جمع و عزیزان بیننده برطرف بفرما. الهی آمین. ماها رو در دنیا و آخرت لحظه از قرآن و اطاعت جدا نفرما. الهی آمین. رهبر معظم انقلاب از همه بلیات در پناه امام زمان محافظت بفرما. الهی آمین. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود فرما. الهی آمین. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بده. الهی آمین. در فرج حضرتش تعجیل مرحمت بفرما. الهی به آمین. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم استاد. میگن حضرت زهرا سلام الله علیها شبای قدر به صورت بچه‌هاشون آب میپاشیدن تا بیدار بمونن و شب قدر رو درک کنن. عرض میکنم خانم جان، میشه امشب برای مام مادری کنین، به صورت مام آب بپاشین تا من و مثل منم از خواب غفلت بیدار بشیم تا بتونیم زمین ساز ظهور آخرین فرزند معصومتون باشیم انشاءالله. می شود این رمضان موعد فردا باشد، آخرین ماه صیام غم مولا باشد، می شود در شب قدرش به جهان مژده دهند که همین سال ظهور گل زهرا باشد. اللهم عجل لولیک الفرج یا حق. خداحافظ. آقا ممنونم زحمت کشید. برای سلامتی و تعجیل محمد تقی بهجت دوم شهریور 1295 شمسی در خانواده مذهبی در فومن از توابع گیلان دیده به جهان گشود. او در 16 ماهگی مادرش را از دست داد و تحت تربیت پدر قرار گرفت. محمد تقی پس از طی تحصیلات مقدماتی در 14 سالگی برای ادامه تحصیل رهسپار حوزه‌های علمیه عراق شد و در فقه و اصول و نیز اخلاق و عرفان از محضر آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، شیخ مرتضی طالقانی، سید حسین بروجردی و سید علی آقا غازی کسب فیض نمود. آیت الله بهجت برای دیدار خانواده در سال 1324 به ایران برگشت و بعد از اقامتی چند ماه در فومن به قصد زیارت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به شهر مقدس قم سفر کرد، اما در جوار این بارگاه نورانی ماندگار شد. حضرات آیات سید عبدالکریم رضوی کشمیری، شیخ علی سعادت پرور و محمد تقی مصباح یزدی از شاگردان اخلاقی آن عالم ربانی به شمار می روند. آیت الله بهجت هر روز پس از نماز صبح پای پیاده به حرم مطهر بانوی کرامت مشرف می شد. سرانجام آیت الله العظمی محمد تقی بهجت فومنی در اردیبهشت 1388 و در 93 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. پیکر مطهر ایشان پس از تشییع با شکوهی در شهر قم در رواق بالا سر حرم حضرت معصومه علیها السلام به خاک سپرده شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن المتقين
المتقين في مقام أمين. في جنات وعيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.